آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی خلاصه میکنیم. امروز 14 ینور است. درود بیننده عزیز، من مومین احمدی با شما هستم. سرخط خبرها. ترامپ از مردم ایران دعوت کرد که اعتراض را ادامه دهند و کمک ایالات متحده آمریکا در راه است. این مردم مدت طولانی در جهنم به سر میبرند. مرگ دادرس بلندپایه که روزی گذشته از بینای نوآشیانه در دوشنبه افتاده جان باخت تفتیش می شود. جسد او را برای خاکسپاری به بدخشان بردند. نگرانی از وضع ناگوار مسجد حضرت بابا کمال خوجندی در ولایت سوخت که هنوز مورد توجه نمازگزاران است. اونیورماق بگویم خبر چه به اونیورماقی سوخت سادیم همین نماز به همین بیا. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز گذشته گفت که کمک به مردم ایران در راه است و آنها باید در برابر حکومت ظالم ایستادگی کنند. معلوم نیست که در چه شکلی آمریکا به اعتراضگران در ایران کمک خواهد کرد. برخی شارحان میگویند احتمال ایالات متحده آمریکا به مرکزهای نظامی ایران که در سرکوب اعتراضهای اخیر دست داشتند حمله کند. خبرگزاری رویترز از قول منابعش گفته است که در پس منظر این خبرها ایالات متحده آمریکا به سربازان و افسرانش مشورت داده است که پایگاهشان را در قطر ترک کنند. ایران تهدید کرده بود که اگر ایالات متحده آمریکا حمله کند آنها پایگاه‌های آمریکایی را در منطقه موشکباران خواهند کرد. طاهری سفر تفصیلاتی بیشتر دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر مقامات ایران به قتل اعتراضگران شروع کنند ایالات متحده به ضد آنها اقدام‌های خیلی جدی می‌اندیشد. او در این باره هنگام سفرش به شهر دیترویت با شبکه تلویزیونی CBS صحبت کرد ولی جزئیات نداد. وقتی خبرنگار از رئیس جمهور آمریکا درباره واکنش واشنگتن و گزارش‌ها راجع به احتمال به دار کشیدن اعتراضگران پرسید، او گفت که در این باره چیزی نشنیده است ولی افزود اگر آنها به چنین کاری دست زنند ما واکنش بسیار سخت نشان می‌دهیم. وقتی از دونالد ترامپ همچنین پرسیدند که هدف نهاییش در ایران چیست، او گفت هدف نهایی پیروز شدن است. من پیروزی را دوست می‌دارم. ما می‌خواهیم که کشتار آدمان قطع شود. ما می‌خواهیم آزادی این مردم کمی بیشتر شود. این مردم مدت طولانی در جهنم به سر میبرند. دونالد ترامپ در ادامه صحبتش گفت ما نمیخواهیم شاهد آن چیزی باشیم که حالا در ایران میگذرد. اگر آنها میخواهند اعتراض کنند یک چیزی دیگر است، ولی وقتی به کشتن هزاران نفر شروع میکنند و شما درباره به دار کشیدن میگویید، خواهیم دید که عاقبتش برای آنها چه میشود. این عاقبتی خوبی نخواهد داشت. هشدارهای ترامپ در حالی است که سازمان‌های حامی حقوق از احتمال صدور حکم‌های قتل برای تظاهرگران اظهار نگرانی می‌کنند. این گروه ها از جمله سازمان حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ با تکیه به منابع خود خبر داده است که حکم قتل عرفان سلطانی 26 ساله روز 14 ینور اجرا خواهد شد. او را به محاربه و یا تعبیر دیگر جنگ بر ضد خدا متهم کردند و تعبیر روحانیان ایران آنهایی که به ضد نظام اسلامی اعتراض میکنند یا میجنگند گویا به ضد خدا جنگیدند. سازمان حامی حقوق هرنه که قرارگاهش در آمریکا است روز چهارشنبه گفت شمار قربانیان اعتراضهای ضد حکومت در ایران از 2400 نفر گذشته است. پیشتر از این دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه از اعتراضگران در ایران خواست به تظاهرات خود ادامه دهند و گفت که کمک در راه است. وقتی خبرنگاران از او پرسیدند که منظورش چیست، ترامپ گفت خودتان خواهید فهمید. و افزود حمله نظامی یکی از گزینه‌ها برای مجازات رهبران ایران در رابطه با سرکوب خونین اعتراضگران باقی میماند. دونالد ترامپ علاوه برای واردات محصولات از کشورهایی که با ایران داد و گرفت تجارتی دارند 25% باج گمرکی جاری کرده است. چین که خریدار اساسی نفت ایران است این تصمیم را فوراً محکوم کرد. از سوی دیگر مقامات ایران آمریکا و اسرائیل را به برانگیختن ناآرامی‌ها متهم کرده مسئولیت کشتارها را بر دوش گماشته‌های تروریستی واگذار کردند که به قول آنها از خارج دستور می‌گیرند. روز سه‌شنبه یک مقام ایرانی شمار کشته شدگان را تقریباً 2000 نفر اعلام کرد و این نخستین بار بود که مقامات رسمی آمار عمومی قربانیان ناآرامی‌های 2 هفته اخیر را اعتراف کردند. اعتراضها در ایران روز 28 دکبر در پی بی‌قرب شوی پول ملی ایران ریال آغاز یافت و سپس به نمایش‌های گسترده سیاسی به ضد حکومت روحانیان تبدیل یافت. تظاهرات بزرگترین چالش برای حاکمان ایران در 3 سال اخیر دانسته می‌شود.
جسد جمشیدزاده دادرس دادگاه کنستیتوسیونی را برای خاکسپاری به زادگاهش ناحیه رشقلعه بدخشان بردند. دادستانی شهر دوشنبه سبب مرگ او را تفتیش دارد که روز 13 ینور با افتادن از بینای 9 آشیانه در پایتخت جان باخت. سر و صدا در مورد مرگ او زیاد است ولی هنوز فرضیه رسمی اعلان نشده است. همکارم شهلای عبدالله و مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهند. این همان جایی است که دادرس دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان جمشیدزاده از بلندی آشیانه 9 سرازیر شده به هلاکت رسید. در روز حادثه این گوشه بینای بلند آشیانه واقع در محله گلستان علامت گذاری شده بود. امروز اینجا کم آدم است. به گفته همسایه ها پیکر دادرس را شب گذشته پس از تشخیص سودی طبی به زادگاهش ناحیه رشقلعه بدخشان بردند. زمان حضور ما در خانه جمشیدزاده واقع در آشیانه 9 بسته بود. چند از همسایه ها گفتند دادرس هنگام آویختن پرده از بالکن یا ایوان خانه‌اش افتیده است. همسایه نزدیک خانواده گفت تقریبا ساعت 10 روز سه‌شنبه آواز داد و فریاد همسر دادرس او را از خانه بیرون آورد. وقتی بیرون آمدند دیدند که جسد در روی زمین نزد پرتابگاه بنا خوابیده است. در دادگاه کنستیتوسیونی که 7 سال اخیر جمشیدزاده اینجا کار میکرد گفتند آخرین بار او روز دوشنبه 12 ینور سر کار بود. روزهای دوشنبه و جمعه او در این نهاد روز قبول شهروندان داشته است، اما در روز حادثه او از کار جواب گرفته بوده است. همکاران میگویند که سبب مرگ دادرس برایشان معلوم نیست، اما از او چون یک شخص مهنت دوست و عالم خوب علم حقوق توصیف کردند. جمشیدزاده در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت هم درس می‌گفته است و 10 شاگرد تربیت کرده است. این نهاد هم دیروز در صفحه فیسبوکی خود نسبت درگذشت دادرس و استاد مؤسسه تعزیه بیان کرده مرگ او را تلفات بزرگ خواند. فرضیه رسمی مرگ دادرس دقیق نیست، اما برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به فرضیه‌های دیگری مرگی او اشاره کردند. مقامات مرگ دادرس را هنوز شرح ندادند. یک مأمور میلیسا روز 13 ینور از بلند آشیانه افتادن دادرس را تصدیق کرده ولی جزئیات بیشتر نداد و گفت حادثه تحقیق می شود. دادرس 52 ساله سالها در مؤسسه‌های علمی و پژوهشی تاجیکستان کار کرده است. جمشیدزاده نامزد علم حقوق شناسی بوده. از سال 2011 تا سال 2019 عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان بوده است. همسر و 3 فرزند داشته است. اظهارات ولادیمیر سلاویوف مبلغ حکومت روسیه درباره اینکه روسیه میتواند با زور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند واکنش‌های تندی را به بار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه‌های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش‌ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند. بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبلغ شناخته کرملین در یریون واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگئی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد بی‌اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند. شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت به جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ به شما استقرار صلح خوش نمی آید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمی آید؟ در ازبکستان هم مقامات از این گفته‌های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبلغ کرملین جدی گرفته نشود. بیانیه سلاویوف با سیاستمداران قرغیزستان هم خوش نآمده است. من نمیخواهم باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع‌گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیزی درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه می‌دهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشوری مستقل است. عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد. خرامان آیا در سطح رهبران حکومت‌های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم ساتپاев حرفهای سلاویوف را مثل دیگر سیاستشناسان به گفتش واکنش عصبانی به رکود با سرعت آرمان‌های ژئوپلیتیکی روسیه در منطقه‌های مختلف جهان و مثل سوریه و ونزوئلا و بعداً ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو می باشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد. خیرامان بقازاده بود با واکنش‌ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان به سخن‌های یک مبلغ کرمل درباره دعوت به عملیات حربی در این کشورها. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در شهر خوجند از حال ناگوار یک مسجد و مقبره قدیمی نگران هستند. مقبره حضرت بابا کمال خوجندی که گفته می شود تاریخی 800 ساله دارد و مسجدی در پهلوی آن 300 سال پیش بنیاد شده است. ساکنان اطراف آن و دوستداران این یادگاری تاریخی میگویند که در دوره شوروی این موضع حفظ نمیشد و تلاش‌های احیای آن بعد از استقلال نیز با ثمر نبودند. با امید آبادی آن یکی از پیوندان این شخصیت روحانی در این موضع عمر به سر میبرد و انتظار است که روزی همراه جماعت آنجا نماز میگذارد. فرزان محمدی تفصیلات میدهد. بله ببینید خشتای پخته هرخیله. محیدین فیض‌الله‌یف تاریخشناس و محقق محله‌های قدیمی شهر خوجند هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می آید و از حال خرابش دریغ می خورد. و درباره حفظ یادگاری‌های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد، اما تا هنوز به این مراد خویش نرسیده است. در حیرت میمونم که همون آن شخصانی اینقدر جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفت ما را زیر پا میکنند، نمیخواهند آن را حفظ کنند فهمند. روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه‌ای هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی می کند. حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبران بابا کتاب پیوندنده، کتاب با شجره آمدگی همه خیل 16 پشت حضرت بابا پیغمبران بابا از حالا امام حسین سر کرده. علی خان آخوندزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است، ولی حالا این میراث را به پسرش داده است. 39 سال آخرین سال نمازخوانی. سانه من اینجا آمده ماندم که من همینجا 31 مسجد تعمیر کردم. 10 سال نماز خواندیم. گروهی از زیایان و مردمشناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه‌های دولتی و مستقل هنوز 2 سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود، ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید. برنامه اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.